بچه مالمان هستم و به کانال من خیلی خیلی خوش اومدید. اومدم بهتون یاد بدم که چطور داخل این فوتبال شوتتون لغو کنید و بازیکن‌ها رو ضایع کنید. خب اول میایم روی این گزینه داش و روی این گزینه همزمان روی هر دوتاشون باید 2 بار بزنیم تا شوتمون لغو شه. خب نگاه کنید، شوت رو میزنم اینطوری لغو میشه. الان وقتی شوت رو لغو کردم و بازیکن رو ضایع کردم دریبلم بزنم اینطوری 2 بار زدید، 1 بار دیگه روی این دوتا و اینو میکشید این طرف. ببینید به همین راحتی هم بازیکن رو ضایع میکنید، شوتتون رو لغو میکنید و دریبلم میزنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک و سابسکرایب یادتونه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.